بحث دوم شروع میکنیم که در بحث دوم رد شبهات نصرانی است. در رد شبهات نصرانی ها مطلب اول، شبهه اول، اینجا شبهات که نصرانی ها یعنی وفد نجران پیشکش میکردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیات قرآن نازل میشد و شبهات از اونها را یک به یک رد میکرد. نصرانی ها اول شبهشان چی بود؟ که اینا دعوا میکردن که عیسی مسیح انسان نیست، عیسی مسیح العیاذ بالله خالق است یا فرزند الله است. وقتی اینا گفتن که عیسی مسیح، چی دلیل پیش میکردن؟ گفتن علامه سدی میگه هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، نجرانی ها در مورد وی شنیدن. 4 نفر از بزرگانشان آمدند که از جمله آنان عاقب، سید، مارسرجرس و ماریحوت بود. این 4 نفر اصلا تعدادشان زیاد بود، خب این 4 نفره که اینا عمو بزرگا و کلانایشان بودن. یا آمدن در مورد عیسی مسیح علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که عیسی مسیح بنده الله، روح و کلمه اش است، روح الله و کلمت الله است. آنان گفتن نخیر، او خودش الله هست، از ملکش پایان شده و در شکم مریم داخل شده، سپس از شکم مریم بیرون آمده و قدرت و اوامرش به ما نشان داده. و دلیلشان چی بود؟ گفت آیا شخصی را هرگز دیده ای که بدون پدر باشه؟ یعنی استدلال نصارای نجرانی بود که عیسی مسیح به خاطر ازی که پدر نداره ای خالق است، چرا که انسان ها خود کلشان چی هستن؟ پدر دارن، مادر دارن، پس این مادر داره پدر نداره، پس این دلیل است به ای که ای خالق است. الله متعال در جواب از اینا به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی نازل کرد که این جواب برشان بگو که ان مثل عیسی، یقینا که مثال عیسی علیه السلام عند الله به نزد الله که مثل آدم، مثل آدم علیه السلام است. آدم علیه السلام پدر داشت، پدرم نداشت، مادرم نداشت. اگر این دلیل شما شوه که کسی که پدر نداشت او الوهیت حاصل میکنه، ربوبیت حاصل میکنه، فرزند الله میشه، پس آدم علیه السلام بی پدر و بی مادر تولد شد. بی حوا کی بود مادرش؟ از کجا شد؟ اینجا میگه که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مثال عیسی علیه السلام مثل به نزد الله مثال آدم علیه السلام است. خلقه من تراب، آدم علیه السلام از خاک خلق کرد، ثم قال له کن فیکون، باز برش گفت که شو میشه. و عیسی علیه السلام در بطن مادرش خلق کرد، با دماندن ملائکه خود روان کرد. ملائکه وقتی که کف کرد با امو پف یا کف جبریل علیه السلام در بطن و حکم الله در بطن بیبی مریم نطفه عیسی علیه السلام خلق شد. کن فیکون، الله گفت شو، شد، بدون پدر پیدا شد. پس این دلیل از اینا رد شد و برشان گفته شد که الحق من ربک، حق از جانب الله هست، ربت است، فلا تکن من الممترین، در این قسمت شک نکن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که با این تشویش های فکری یا جنگ فکری که اینا میکنن، به این تو خدا ذهنت یعنی مشوش نشون. این گپ از اینا غلط است. به خاطر چی؟ به خاطر که آدم علیه السلام هم بدون پدر خلق شدن. برشان بگو آیا آدم علیه السلام پدر داشت؟ نداشت. خشیتو وقتی که عیسی مسیح پدر نداشت فرزند الله شد. در مورد آدم چی میگن؟ میگن که آدم علیه السلام مخلوق بود، الله را خلق کرده. پس معلوم میشه که عیسی علیه السلام هم مخلوق است و الله را خلق کرده. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب شبهه دومشان چی بود؟ شبهه دومشان عدم قناعت به دلیل همسانی خلقت آدم و عیسی. باز گفتن نه، ما ایره قناعت نداریم. قناعت نداریم. چرا قناعت نداریم؟ گفتن که ما ایره قناعت نداریم. الله متعال باز به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که فمن حاجک، هر کسی که حجت و دلیل گفت امرای تو فیه در این مسئله، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه بر تو علم آمد که عیسی مسیح علیه السلام خلقتش معجزه هست،
کن فیکون به امر الله بدون پدر خلق شدن. ایناله اگر باز کسی آمد این دلیل گفت برای تو که من این قبول ندارم، فقل پس برش بگو که تعالوا خی بیاین ندعو ابناءنا، دعوت میکنیم فرزندای خود را، و ابناءکم و فرزندای شما را، و نساءنا و خانمهای خود و نساءکم و خانمهای شما را، و انفسنا و خود ما هم حضور می داشته باشیم، و انفسکم و شما هم حضور داشته باشین. یعنی برشان بگو که من هم اولادی خودم مثلا میارم بیبی فاطمه را و مثلا حسن و حسین را میارم و خانم خودم همسر خودم میارم و به این شکل بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها را، و امی قسم شما هم اولادایتان و خانمتان بیارین. ثم نبتهل، باز بعد از او ابتهال، نبتهل باز ما و شما اینجا چی میکنیم؟ بعد از این ما و شما اینجا دعا میکنیم. فنجعل، این مباهله میگن. مباهله چی است؟ از این دو جانب با هم مناظره میکنن، یک جانب قبول نمیکنن، وقتی که حق قبول نکرد این جانب مقابل برش مباهله میکنن، برش میگه بیار شما خانمایتان و اولادایتان بیارین و ما هم خانم و اولادایتان خود ما میباشیم. باز دعا میکنیم فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، باز ما لعنت الله را به کاذبین میگیم که کسی که دروغگوی است الله او را لعنت کنه، و وقتی که الله او را لعنت کرد از رحمت خود او را دور میکنن. امام سیوطی رحمه الله میگه که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه گفت که یک گروهی از نصرانی های نجران به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن که 14 تن از بزرگان بودند و در جمله سیدی که سید، یکیشان سید نام داشتن که بزرگشان بود و دیگهش عاقب نام داشت که بعد از وی یعنی معاونش بود و اهل نظر بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلما. اینجا متوجه شوین بسیار گپ دقیق است. بعد از اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اسلما، مسلمان شوین اردیتان. قال اسلمنا، اینا گفتن ما مسلمان هستیم. ببینید اینا ادعای اسلام میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمید که اینا مسلمان نیستن. اینا خب میگن که عیسی مسیح العیاذ بالله فرزند الله است، این کافر است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که ما اسلمتم، شما دو نفر مسلمان نیستین. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم اردویشان تکفیر کرد که شما کافر هستین، شما مسلمان نیستین. قال بله، گفتن نه خیر، ما مسلمان هستیم. قد اسلمنا قبلک، ما پیش از تو مسلمان بودیم، اسلام آوردیم، مسلمان شدیم. قال کذبتما، رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که نه خیر، شما دروغ میگین، مسلمان نیستین، کافر هستین. یمنعکم من الاسلام ثلاث فیکما، میگه 3 چیز مانع از این میشه که شما مسلمان شوین. عبادتکم الصلیب، اول چون شما صلیب عبادت میکنین، نمیخواین که مسلمان واقعی باشین. کسی که صلیب عبادت کنه این مسلمان هست، ولو که 100 مرتبه تو بگویی که من کلمه میخوانم مسلمان هستم، تو مسلمان نیستی، تو خود صلیب پرستش میکنی. و اکلکم الخنزیر، دوم علتی که مانعی از این میشه که شما مسلمان شوین، اسلام قبول بکنین، به خاطر که خوردن گوشت خوک میخورین و در دین الله این حرام است. و زعمکما، دیگه سوم چیزی که مانع میشه که شما مسلمان شوین، شما کافر هستین و من شما را تکفیر میکنم. زعمکما گمان شما ان لله ولدن، الله فرزند داره. پس وقتی که این 3 عقیده کفری شما دارین و ادعای اسلام میکنین، شما مسلمان نیستین. خب وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بر از اینا این گپ گفتن دیگه و این آیت نازل شد که مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، این آیت میگه نازل شد. فمن حاجک، باز این آیت نازل شد که اگر کسی بر تو حجت میگه من بعد ما جاءک من العلم، هر کسی که مثلا بعد از که بر تو وقتی که حجت میگه بعد از که علم بیان شد، فقل برشان بگو تعالوا تا این قسمت آیت که ثم نبتهل، بیا که ما مباهله کنیم. این قول امام سیوطی رضی الله عنه بود که ایره چی میکنیم، ایره روایت کردن. خب این 2 نفر چی کردن؟ آماده شدن برای مباهله.
رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که اگر برای ما حکم شده که اگر شما قبول نمیکنین این مسئله را بین خی مباهله میکنیم. و بینشان گفتن که ای ابا قاسم، و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ای پدر قاسم، ما میریم و در این مسئله مشوره میکنیم. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت درست است، برین مشوره کنین باز بیاین. میگه آنان در بینشان خلوت کردن. سید برای عاقب گفت، دو نفر، یکیش سید بود دیگهش عاقب بود. میگه سید برای عاقب گفت قد والله علمتم ان الرجل نبی. سبحان الله. میبینیم کفر اعراض اینی رو میگه که خوب میفهمه باز اعراض میکنه. این سید برای عاقب چی میگه؟ میگه والله قد والله یقینا قسم به الله هست که شما دانستین که ان الرجل نبی مرسل، که امیر رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی هست که فرستاده شده هست. ولا ان لعنتموه انه لیستأصلکم. سبحان الله. اگر شما امرای از این مباهله بکنین و این شما را دعا بکنه و بگویه که لعنت الله سر دروغگویا، ریشه شما را میکنه. و ما لعن قوم قط نبیا، هیچ قوم لعنت گویی نکردن با پیغمبر یا مباهله نکرده که در دعای لعنت داخل شده باشن، فبقی کبیرهم، که باقی مانده باشه کبیرشان، ولا نبت صغیرهم، یا ای که تولد شده باشه صغیرشان، یعنی ریشه از اینا کنده میشن، نابود میشن. فین انتم لم تتبعوه و ابیتم الا الف دینکم. میگه برشان این نصیحت میکنن، میگه اگر شما نمیخواین که ابا کردین و اگر نمیخواین شما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین و ابا کردین به غیر از اینکه دین پدرایتان و دین پدرایتان باشه، فوادعوه وارجعوا الی بلادکم، ایره وداع بکنین و برین به وطنتان، به مباهله آماده نشین. وقد كان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج بیرون شد و معه علی و الحسن و الحسین و فاطمه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده بود، امرایش علی و حسن و حسین و فاطمه یارا هم آورده بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان انا دعوت فامنوا انتم، وقتی که من دعا کردم شما آمین بگوین. فابوا، اردوی از یا سید و عاقب ابا ورزیدن ان یلعنوه، ای که امی لعنت قبول بکنن. و صالحوه علی الجزیه، و مصالحه کردن، گفتن ما جزیه میتیم ولی امی مباهله نمی کنیم. ان هذا لهو القصص الحق، این قصه های حقیقی هست. و ما من اله الا الله، و نیست معبود به حق که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. و ان الله، و یقینا که الله، لهو العزیز الحکیم، او هست از عزتمند غالب، الحکیم، ذات با حکمت. فان تولوا، پس اگر اینا رو گشتاندن، فان الله علیم بالمفسدین، یقینا که الله عالم است به مفسدین. مطلب سوم، شبهه سوم از نامه که در آیت 64 سوره آل عمران است. در اینجا نصرانی ها شبهه میکردن که بین دین پیغمبرها فرق است، دعوت عیسی فرق داره، دعوت موسی فرق داره و دعوت رسول الله فرق میکنه. برای شبهه از اینا الله متعال برشان گفت که نخیر، دین عیسی و دین موسی و دین رسول الله صلی الله علیه و سلم دینشان یکی است. یکی از ضرب المثل‌های کفری همی است که بعضی کسا میگن که عیسی به دین خود و موسی به دین خود، فکر میکنن که دین عیسی و دین موسی فرق داشت، در حالی که دین عیسی و دین موسی و دین رسول الله صلی الله علیه و سلم که از آسمان در توسط کتاب‌های آسمانی بر از اینا تعیین شده بود، دین اسلام بود. کل از اینا موحدین بودن و ارسیش پیغمبر معصوم بودن. اینجا اینا جواب از اینا گفته میشه قل یا اهل الکتاب، بگو ای اهل کتاب، تعالوا الی کلمة سوا، بیاین به یک کلمه مساوی که در بین ما و شما یکی است. موسی همون رو قبول داشت، عیسی همون رو قبول داشت و من که رسول الله هستم، من هم صلی الله علیه و سلم این قبول داشتم. بیاین به می کلمه سوایی که در بین ما و شما مساوی از بیننا و بینکم، در بین ما و شما
الله نعبد الا الله، که عبادت نکنیم بغیر از الله را. ولا نشرک به شیئا، به الله چیز را شریک نکنیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، و بعضی از ما بعضی دیگری را ارباب نگیریم، مثل که شما اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، شما او علمای درباری تان که طواغیت مطبوع هستند اونا را شما ربتان نگیرین. برای ما و شما گفته شده که یکی دیگه خود رب قرار ندیم. اگر عالم است، اگر شخص بزرگ است، اگر احبار است، اگر رهبان است، کل از اینا باید به مطابق حکم الله به حکم الله تسلیم باشند. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اینا را رب خود نسازیم بغیر از الله. فان تولوا، پس اگر اینا باز رو گشتاندن، فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، بر از اینا شهادت بدین که ما مسلمان ها هستیم. شما با عدم قبولیتان مسلمان نیستین، ما مسلمان هستیم. امام ابن کثیر رحمه الله میگه والکلمه تطلق علی الجمله، کلمه اطلاق میشه بالای جمله، کما قال ها هنا، مثل که اینجا گفته شد ثم وصفها بقوله سواء بیننا و بینکم، گفت این توصیف کرد، یعنی تفسیر کلمه به چی شد؟ به سواء بیننا و بینکم، که بین ما و شما چی است؟ ای عدل و نصف، این مساوی چی است؟ یعنی عادلانه و منصفانه هست. نستوی نحن و انتم فیها، این کلمه که ما و شما در اون مساوی هستیم چی هست؟ ثم فسرها بقوله، باز ایره تفسیر کرد. ببینید تفسیر قرآن به قرآن، اینا کلمه را تفسیر کرد با سواء بیننا و بینکم. باز ایره امی سواء بیننا و بینکم تفسیر کرد به چی؟ با الله نعبد الا الله، که عبادت نکنیم بغیر از الله، ولا نشرک به شیئا، به الله چیز را شرک نیاریم. کلمه بالای جمله خواب. اینال مطلب چهارمی میگه که شبهه چهارمی از اینا هست و نصرانی ها شبه میکردن که ابراهیم علیه السلام که پدر پیغمبرها هست و شما هم از نسل ابراهیم هستین، این کعبه را ابراهیم بنا کرده و او نصرانی بود. چنانچه یهودی ها میگفتن که ابراهیم علیه السلام یهودی بود. این شبهه را ایجاد میکردن که ابراهیم علیه السلام که پدر پیغمبرها هست، هم پدر یعقوب علیه السلام است و هم پدر اسحاق علیه السلام است و هم پدر اسماعیل علیه السلام است. اسماعیل علیه السلام در این منطقه نجد آمد و اسحاق علیه السلام در فلسطین بود. پس پدر کلگی که از نسل اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام است و یعقوب علیه السلام نامش اسرائیل بود و اولاده از این بنی اسرائیل میگفتن. پس بنی اسرائیل همه از را برمیگردن به کی؟ به ابراهیم علیه السلام. و این طرف بنی اسماعیل هستند، فرزند ابراهیم پسرش اسماعیل بود. عرب های این طرف قریشی ها اینا بنی اسماعیل بودن. پس اینا پدر کل از اینا ابراهیم علیه السلام است. و یا ادعا میکردن که ابراهیم علیه السلام، یهودی ها میگفتن که ابراهیم علیه السلام یهودی بود و نصرانی ها میگفتن که این پدر کل یکی از این نصرانی بود. شما چرا ما را از دین و میگین که ما ابراهیم علیه السلام قبول داریم؟ اینجا علما چی میگه؟ امام طبری رحمه الله میگه و کان حجاجهم فی ادعا کل فریق من هذین الکتابین، هر کس اهل از این دو کتاب انه کان منهم، که ابراهیم علیه السلام از جمله از اینا بود، و انه کان یدین دین اهل نحلته، نصرانی ها میگفتن که دین ما، ابراهیم علیه السلام به دین ما بود و یهودی ها میگفتن که ابراهیم علیه السلام یهود بود و از دین ما بود. جواب از اینا الله متعال گفت که یا اهل الکتاب لما تحاجون فی ابراهیم، چرا شما دلیل میگین در مورد ابراهیم علیه السلام؟ و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، تورات و انجیل خب بعد از ابراهیم علیه السلام نازل شده. ابراهیم علیه السلام چطور مثلا به تورات یا به انجیل، او خب از او صحف خاص داشت، صحف ابراهیم و موسی، او صحیفه های داشت ابراهیم علیه السلام که در قرآن آمده هست. تورات خود در وقت ابراهیم علیه السلام نبود، انجیل هم در وقت اسماعیل علیه السلام نبود. انجیل بالای عیسی مسیح نازل شده و تورات بالای موسی علیه السلام، و موسی علیه السلام خود از اولاده یعقوب علیه السلام است. یعقوب خود نواسه ابراهیم علیه السلام است. این از اولاده خودم چندین پشت است. این چطور از چندین پشت خود بعد به کتاب از او به او چی میشه که شما این ادعا میکنین؟
یا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون؟ چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ ادعای غلط میکنین. ها انتم حاججتم فيما لكم به علم، شما حجت گفتین در چیزی که علم داشتین. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، چرا باز دلیل میگین به چیزی که علم ندارین؟ والله یعلم، الله میفهمه و انتم لا تعلمون، شما نمیفهمین. حال الله متعال برشان مطلقا میگه که ما کان ابراهیم علیه السلام نبود یهودی، نه یهودی بود، ولا نصرانیا، و نصرانی هم نبود، لکن کی بود؟ کان حنیفا، یعنی پاک بود از شرک، مثل شما وارد از شرک مبتلا نبود. یهود و نصارا رسول الله صلی الله علیه و آله که لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اینها میگه لعنت الله بالای از اینا نازل شد. چه وقتی که اینا قبر پرستی کردن، قبرهای پیغمبرای خود سجدگاه ساختن، در قبرستان میرفتن و به قبر پیغمبرها سجده میکردن، سر از اینا لعنت الله نازل. الله متعال میگه که ابراهیم علیه السلام مثل شما وره مشرک نبود، ای یهود و نصارا، قبر پرستی و مجسمه پرستی نکرده ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام حنیف بود، یعنی پاک بود از شرک، مسلمان بود، و ما کان من المشرکین، از جمله مشرکان بود. متوجه هستین؟ موحد، حنیف، موحد، مسلمان و از جمله مشرکان بود. اهل واقعا طرفدار و پیرو ابراهیم علیه السلام کی هست؟ الله متعال میگه که ان اول الناس به ابراهیم، کسانی که در اولویت قرار دارن به ابراهیم علیه السلام، للذین اتبعوه، کسانی هستند که از ابراهیم علیه السلام متابعت کردن. و هذا النبی، امین نبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، والذین آمنوا، و کسایی که ایمان آوردن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا اولویت دارن که بگوین که رهبر ما کی هستن؟ اسوه ما ابراهیم علیه السلام است. والله ولی المؤمنین، و الله دوست مؤمنا هست. ودت آل الله متعال میگه که آرزو کردن طائفه من اهل کتاب، یک طایفی از اهل کتاب، لو یضلونکم، اگر بتونن که شما را گمراه کنن، و ما یضلون الا انفسهم، الله میگه اینا گمراه نمیکنن مگر نفسهای خود را، و ما یشعرون، و اینا نمیدانن. مطلب پنجمی، شبهه پنجمی از اینا جواب گفته میشه در قسمت ابراهیم علیه السلام، در قسمت آل شبهه پنجمی بیم. شبهه پنجمی چی است؟ شبهه در مورد چی است؟ حتی یا اهل الكتاب، این شبهه پنجمی شانس یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون، چرا کافر میشین؟ ربی رحم الله میگه که یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون، یقول تشهدون ان نعت محمد فی کتابکم. اینا میگفتن، شبهه میکردن در مورد ازی که امی ایمان آوردن با آخری پیغمبر صلی الله علیه وسلم، با آخری پیغمبرا، این در کتاب ما نیست. یعنی شبهه پنجمی چی بود؟ در مورد عدم ایمان به کی؟ به آخری پیغمبرا. یعنی میگفتن که برای ما در کتاب های ما گفته نشده است که ایمان به آخری پیغمبرا بیارین، برازی بیارین. الله متعال برشان گفت که یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، لما تکفرون به آیات الله، چرا با آیات الله کافر میشین؟ و انتم تشهدون، در حالی که شما شاهد هستین. یعنی نبی رحمه الله میگه تشهدون، در حالی که شما شهادت میتین که ان نعت محمد فی کتابکم، نعت محمد صلی الله علیه و سلم در کتابتان است. وقتی که صفت پیغمبر در کتابتان است، برای چی هست؟ برای ازی هست که این آخری پیغمبر است، به ایمان بیارین. ثم تکفرون ولا تؤمنون به، باز کافر میشین و به ایمان نمیرین. و انتم تجدونه عندكم في التوراة والانجیل النبی الامی، و میگن که ما در کتاب خود تورات و انجیل میافیم به نام نبی امی، یعنی پیغمبر ناخوان. کی بود این پیغمبر ناخوان؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود؟ یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، چرا شما خلط میکنین حق با باطل؟ و تکتمون الحق، و حق میپوشانین و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانین. و دیگه شبهه ششمشان چی است؟ در مورد حقانیت اسلام
میخواستن در مورد حقانیت اسلام مردم در شک پرتن. این شبهه را یهودیا جور کردن. اهل کتاب چی کردن؟ عبدالله ابن عباس میگه عبدالله ابن سیف میگه که عدی ابن زید و حارث ابن عوف با یکدیگر گفتن. عبدالله ابن عباس میگه که عبدالله ابن سیف، عدی ابن زید و حارث ابن عوف اینا اهل کتاب هستن. میگه یا پیش یکی دیگه خود چی گفتن؟ گفتن تعال نؤمن بما انزل علی محمد و اصحابه غدوة و نکفر به عشیة. در بین خود مشوره کردن ای اهل کتاب و بیاین یک شبهه پرتیم در بین مسلمان ها. چه قسم؟ صبح بریم کل ما بگیم این صاحب ما و اهل کتاب هستیم، این آمدیم مسلمان شدیم. وقتی که مسلمان شدیم صحابه خوشحال میشه که این والا اهل کتاب اینا چی شدن؟ مسلمان شدن. دیگر که شد بیایم برش بگیم والله آل فهمیدیم، مالک ما مسلمان شدیم، فهمیدیم نه دین شما حق نیست، این ما طرفدار حق بودیم، پس دین شما را قبول نداریم، کافر شدیم. حتی نلبس علیهم دینهم، تا که ما اینا را در دینشان در شک پرتیم. مسلمان ها صحابه شک کنن لعلهم یصنعون کما نصنع، باز اونا هم مثل ما کنن بگه والا خی وقتی که اهل کتاب هستن و مسلمان شدن باز بعد از پس فیرجعوا عن دینه، بازی از دین خود برگردن. فانزل الله عز وجل، میگه الله متعال این آیت قرآن نازل کرد و قال طائفه من اهل الكتاب، و گفتن یک طایفی از اهل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان بیارین به آنچه که بالای مؤمنان نازل شده، یعنی به قرآن، وجه النهار در صبحگاهان، و کفروا آخره، باز در آخر روز کافر شوین، لعلهم یرجعون، میشه که اینا از دین خود رجوع بکنن. و دیگه چی گفتن؟ و گفتن ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، و شما ایمان نبرین مگر کسی که متابعت از دینتان میکنین. الله متعال در جوابشان گفت که قل این، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان الهدى هدى الله، هدایت الهی هست، هدایتی که از جانب الله آمده. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحجوکم، این هدایت از جانب الله هست که به یکی این هدایت داده میشه مثل که بر شما داده شده، یا دلیل بگوی عند ربکم، به نزد پروردگارتان. قل برشان بگو که ان الفضل بید الله، بگو که فضیلت به دست الله هست، یؤتیه من یشاء، برای هر کسی که بخواهد او را میته، والله واسع علیم، الله بسیار واسع و علیم هست، وسعتش در قدرت و رحمت و علمش. یختص برحمته، تخصیص میته به رحمتش، من یشاء، هر کسی را بخواهد، والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب فضیلت بسیار بزرگ هست.